درود خدمت تمام ورزشکارا و تمام پهلوانای عزیز. امروز اومدیم با آموزش یه ضربه بسیار مرگبار و کاربردی برای دوشکای مبارزه و درگیری‌های خیابانی. این ویدیو به فایترها توصیه میشه. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بریم سراغ ویدیو. واسه این ضربه اولا ما میخوام یه دفاع کنیم و بعد از دفاع سریع ضربمون رو بزنیم. داخل مبارزه یا داخل درگیری خیابانی 100% پیش میاد که مهاجم میخواد یه ضربه پای مستقیم داخل شکم ما، سینه ما، صورت ما بزنه و ما فقط کافیه که یه دفاع کنیم. حالا چجوری؟ دقیقاً با پایی که میخواد ضربه بزنه من میرم همون سمت. یعنی نمیخواد موقعی که مهاجم داره ضربه میزنه من بدنمو بکشم عقب و بدوام برم. نه، فقط کافیه که مهاجم با هر چقدر قدرت داره بیاد، من فقط کافیه که برم سمت راست بدنش، یه دونه واقعا ضربه بزنم. من به همین راحتی من فقط کافیه که بدنمو بچرخونم بیام یه ضربه. اول که شد دفاع میکنیم، دقیقاً همون پایی که ضربه میزنه میریم سمت همون پاش و میریم خارج از بدنش وای میسیم. ضربه رو بزن. اومد و من به جای فرار کردن اومدم سمت مخالف بدنش وایسادم. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ اینجا مهاجم کلاً در دسترس ماه، همه نقاط بدنش. خیلی از ضربه ها رو میتونم بزنم، ولی ضربه اصلی که میخوام داخل این ویدیو یادتون بدم واقعا ضربه بیهوش کننده و مرگباریه که داخل درگیری‌های خیابانی اصلا توصیه نمیکنم به هیچ کسی بزنید، چون واقعا ضربه کشنده و مرگباریه. اما داخل دوشکای مبارزه میتونین ضربه رو بزنید. خب واسه بذار ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم با پای راستمون داخل صورت مهاجم ضربه بزنیم. کافیه که ما این دفاع رو که کردیم اومدیم سمت راست بدن با ساق پامون یا روی پامون که بسیار ساق پا جای بسیار قویه دیگه خودتون میدونید و صورت مهاجم دیگه حساس ترین نقطه بدنه. وقتی که ما با ساق پامون داخل صورت مهاجم ضربه میزنیم مهاجم همون لحظه ناکاوت میشه. پس حواستون باشه داخل درگیری خیابانی اصلا این ضربه رو نزنید. چند تا کار دیگه هم میتونیم بکنیم که اگر این اتفاق افتاد بتونیم با ضربه‌های دیگه بزنیم. برو بذار. اومدیم و داخل این استایل وایسادیم، داخل درگیری خیابانی بود، نمی‌خواستیم پامون رو داخل صورت بزنیم چون واقعا ضربه بسیار شدیدیه. میتونیم با پای چپمون بزنیم پشت پاش و مهاجم رو راحت زمین بزنیم. میتونیم محکم بزنیم پشت پاش و مهاجم سر بخوره زمین و از درگیری فرار کنیم. یا میتونیم با زانوی پامون داخل شکم یا سینه مهاجم بزنیم، یا کلا داخل ساق پامون میتونیم داخل سینه یا شکم مهاجم بزنیم و مهاجم رو زمین بزنیم و از محل درگیری خارج بشیم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره واسه حمایت به ما حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی بدرود.